همین دنیا هست که اونها را امروز فریفته کرد. بازیچه طفل فریب این متاع دهر، بازیچه طفل فریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر این مبتلا شود. حضرت تفسیر حسینی میگه، حسین واعظی کاشفی، به عقل مردمان که به این مبتلا شود. اونا با عقل نیستند. کسانی که امروز بین یک خانه میکند کفایت نمیکند، دویم خانه میچسبد، سوم خانه میچسبد، چهارم یک عمر فقط عمارت است. ما نمیگیم عمارت نکن، ما نمیگیم آبادی نشود، آبادی شود، آباد کن، خوب کن، لکن در برابرش عمارت خدا را و عمارت قصرهای جنتی را فراموش نکن. آخه اون طرف هم آباد کردن در کار، این طرف آباد شد، اون طرف هم آباد کردن در کار. 50 سال 60 سال حیات قریب نیست یا چه ما و شما فقط در محبت دنیا و فقط و فقط در ساختمان و در آب و در گل صرف میکنیم. خلاص با آخر وقتی امتهای احمد، وقتی حضرت ابراهیم که خیلی عمرهای دراز میدیدن، با یکی از زاهدان، با یکی از پیروان خود در یک بیشه میگد رو پرو شد و گفت ای امت ابراهیم، گفت حضرت ابراهیم خطابش کرد، ای پیرو ابراهیم، خانه داره که ما با همراهی تو در خاندان تو رفته مهمان شویم. این حضرت چی گفت؟ و حضرت ابراهیم گفت عمر من، گفت چنان عمری درازی نیست که من این عمر را، گفت فقط و فقط در عمارت کردن صرف کنم. گفت ای پیر، گفت ای پیرانسال، ای مرد، ای موسفید، چند سال عمر داری؟ گفت 400 ساله هستم. 400 ساله هستم، لکن عمر من نه قدر عمری هست که من اینا در عمارت و فقط در بنیاد دنیا صرف کنم. 400 ساله عمر. همین حضرت مولوی در نظم در آوردن، با آخر وقتی امتهای احمد، حضرت ابراهیم به سوی همون پیرانسال 400 ساله گشت و چی گفت؟ با آخر وقتی امتهای احمد با عمر اندک معمیر به حد، ای پیر گفت ای امتی من، ای پیروی من، فراموش نکن گفت یک احمد گفتگی پیغمبر میبراید، یعنی محمد است. امتش بسیار عمر قلیل دارد، بسیار عمر کوتاه دارد، لیکن معمیری به حد دارد، عمارتی بسیار دارد. با عمر اندک معمیری به حد، با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب رنگین. عمرهاشون 20 سال است، 30 سال است، 40 سال است، 50 سال است، لکن چنان قصرهای دبدبناکی میکنن. بسازن قصرها در اوج رفعت، با باغ و بوستان، ایوان و مسند. چنان قصرهای میکنن که آشیانه هاش دیگر حساب کردن نمیشود. چنان باغهای آراسته میکنن که دیگر حد کنار ندارن. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازما، ای پیر خوشحال، تو 400 ساله مردک، 400 ساله عمر داری، چرا یک خانه برای خود بنیاد نکردی؟ لکن این پیر دانا و پیر خردمند بود. پس ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد، بودی من کردم در سجده مسند. با یک سجده بکردم من تمامش، بر روز حشر میدادم سلامش. اگر عمر من 50 ساله میشد، 60 ساله میشد، قسم بر خدای تو ای ابراهیم که من بر یک سجده بودش میکردم، با یک رکعت نماز، با 2 رکعت نماز بودش میکردم، با سلام همین نماز در قیامت میدادم. از این خاطر مولوی گفتن نزیبد کس به این 2 روزه فرصت، گذارد طاعت و سازد امارت. نمیزیبد، گفت برای بنده مؤمن نمیزیبد که فقط امارت کند و طاعت خدا را یک جای دیگر بگذارد. از این خاطر ما و شما را این دنیا فریفته نکند. دنیا جای ما و شما نیست، زندگی ما و شما غلط نیست، زندگی ما و شما گناه نیست. در بهترین نعمت خدا را میخوریم، بهترین نعمت خدا در زندگی میکنیم، اینها غلط نیست، لکن فراموش نکنید که دنیا برای شما نیست.